قطعه صبحگاهی اثر استاد حسن کسایی، تنظیم و اجرا استاد فرهنگ شریف. اینک ساعت 5 صبح روز 12 مرداد 1395 هست. با اجرای صبحگاهی، با انرژی و با حس خوب آرزو میکنیم استاد فرهنگ شریف از بستر بیماری بیرون بیان و دوباره دست به مزراب به ما روح دوباره بدند. این قطعه که به سلام صبحگاهی یا سلام یا شادی و امید معروف هست، طبق روایت خود استاد حسن کسایی با الهام از سلام صبحگاهی که اصفهانی‌ها در بازار اصفهان به هم میدادند ساخته شده و اصفهانی‌ها با یه حالت موزیکالی میگن سلام علیکم سلام علیکم و همین تمی شده برای این قطعه که توسط خود استاد حسن کسایی اجرا شده و به شکل خاصی بسط داده شده. اما معروفترین اجرا مربوط به استاد فرهنگ شریف هست که روی این تم واریاسیون هایی ساختن و اجرا کردن. این قطعه رو چند باری استاد شریف اجرا کردن که چند مدل هست و قسمت های میانی اون یه مقدار متفاوته، اما نمونه‌ای که ما الان اجرا میکنیم برمیگرده به اولین اجرای ایشون از این قطعه که در رادیو تهران صورت گرفته و مدتها پخش میشده در رادیو، که در کانال یوتیوب ما اثر صوتی ایشون همراه با نوت وجود داره و در اینجا بر اساس اون اجرا میخواییم که صحبت کنیم. در مورد ویژگی های ساز استاد فرهنگ شریف قبلا توضیح داده شده در ویدیوی گذشته. در مورد استاد حسن کسایی در آینده به تفصیل با بررسی آثار ایشون توضیحاتی داده خواهد شد. اما این قطعه جز دو اجرایی که به صورت تکنوازی صورت گرفته، تنظیم بسیار زیبا هم روش انجام شده در آلبوم صبحگاهی اثر استاد حسین علیزاده که میشه گفت از تنظیم‌های بسیار زیبای موسیقی ایرانی هستش و ایشون هم به شکل خودشون روی این تم واریاسیون هایی ساختن و برای ارکستر سازهای ملی اون رو تنظیم کردن. همونطور که میدونیم استاد فرهنگ شریف نوت نمیدونستن و به سیستم سنتی و گوشی موسیقی رو یاد گرفته بودن و سماعی، ولیکن از تکنیک بسیار بالایی برخوردار بودن، چه تکنیک دست چپ و چه تکنیک دست راست. و این تکنیک ها منهای اون تکنیکی که ما به نام سرعت یا سرعت پنجه میدونیم به تکنیک های درونی ساز برمیگرده، از جمله سونوریته بسیار خاص و ایجاد صدادهی بسیار خاص در ساز تار و همچنین مالش های عرضی و طولی و پژواک های خاص و نحوه اجرای تحریرها و استفاده خاص از مزراب های چپ. ایشون در صورت پنجه هم بسیار قوی بودن، حتی قطعات استاد وزیری رو هم بسیار خوب اجرا می‌کردن، حتی در حضور خود علی نقی خان وزیری به اجرا پرداخته و علی نقی خان وزیری ضمن تایید و تعجب از این که چطور ایشون بدون نوت این قطعات یاد گرفته و اونطوری می‌نوازه که مد نظر خود استاد وزیری بوده. از ویژگی‌های ساز فرهنگ شریف اجرا در مایه‌های مختلف هر دستگاه هست. ایشون مثلا بسنده نمی‌کنه که فقط در چهارگاه دو ساز بزنه، چهارگاه سول، چهارگاه ره و دشتی‌های مختلف، شورهای مختلف. سعی می‌کنه که رنگ‌آمیزی صوتی به ساز بده از طریق تغییر مایه و استفاده از کوک‌های مختلف در سازش مشهوده. استاد فرهنگ شریف همونطوری که قبلا هم گفتیم مزراب رو در بین دو بند انگشت سبابه قرار میدادن و شست رو به این شکل که تیزیش به سمت بالا باشه، تیزی این بند روی مزراب قرار میدادن، به طوری که مزراب زاویه‌اش با سیم
در راست و چپ یک زاویه هست. به خاطر همین چپ‌های ایشون بسیار چپ‌های نافذ و خوش صدایی هست و نسبت به چپ‌های بقیه اساتید میتونیم بگیم یک رنگ و بوی خاصی داره. این نحوه گرفتن مضراب برعکس اون که به نظر میرسه خیلی حالت ابتدایی گرفتن دست باشه و نادرست، یعنی یک اکل نامناسبی رو به ساز انگار میده، اما در صدادهی بسیار تاثیر بسزایی داره. به همین دلیل هست که میتونیم بگیم استاد شریف بهترین سونوریته برای ساز تار رو دارن، چرا که میشه گفت تمامی سونوریته های قبلی در ساز ایشون هست، ضمن اینکه یک چیزای جدیدتری هم درش وجود داره. هم میتونیم بگیم یک بخش های از صدای ساز جدید شهناز و اون سونوریته الوه‌ای در ساز ایشون هست، هم تند و تیزی مضراب های وزیری رو داره، هم یک چیزایی از شهنازی داره یا علیاکبر خان یا عبدالحسین خان شهنازی. و میشه گفت که از جدیدی ها هم اگر بخوایم از استاد لطفی یا استاد علیزاده یا آقای ساکت نام ببریم، تمام این صداها در صدای ساز فرهنگ شریف وجود داره و ایشون دائما این سونوریته ها رو تغییر میده در ساز، نمیذاره یک لحظه ساز به یک شکل صدا بده. استفاده از پوش در جلو یا عقب و جابجایی دست با این سه انگشت گاهی خیلی مؤثر هست و برای چپ ها گاهی این سه تا انگشت هم آزاد میذاره که بتونه به حالت مضرابه ستاری صدا ایجاد کنه، همراه با کمدکاری ها و یه جاهای صدای خیلی قلوه‌ای خاص ایجاد میکنه. و یه جای صدای پوش، جاهای نزدیک به خرک و همچنین استفاده خیلی بجا از خرک برای ایجاد پژواک یا اکو در ساز. اینکه مضراب رو ما اینطوری بگیریم در چپ هایی که یه موقع میخوایم در سیم ضرب بزنیم خیلی ما رو کمک میکنه و کار رو خیلی آسون میکنه. همچنین اجرای ریز رو بدون صداهای اضافی به ما ارمغان میده. خیلی ها به من میگن که ما در اجرای ریز یه صدای فسفس یا خشخشی در سازمون میشنویم. راه حلش تغییر نوع مضراب، تغییر نوع تراش مضراب، یه موقع‌های تغییر خود ساز میتونه تاثیرگذار باشه، اما بیشترین تاثیر میتونه از گرفتن مضراب باشه. یعنی با این حالتی که ما میگیریم میتونیم مضراب ریزی داشته باشیم که کمترین صدای اضافی رو درش داره. استاد شریف معمولا از سازهای 25 پرده‌ای استفاده میکردن، اما اینجا ما برای اجرای این قطعه به دلیل اینکه دو دیез نیاز داریم و فا دیез مجبور شدیم از ساز 28 پرده‌ای استفاده کنیم. البته دوستانی که سازشون 25 پرده‌ایه میتونن مثلا پرده ریکورون رو کمی عقب ببرن که صدای دو دیез رو داشته باشن، چه در بالا دسته چه در پایین دسته. زاویه تار در دست استاد شریف معمولا زاویه صافی هست و زاویه به سمت بالا نداره. یه موقع‌هایی هم گاهی دیده میشه که سر تار به سمت پایینه که باز این در زاویه مضراب خیلی به ایشون کمک کرده. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شده: دانگ لا سیکورون، دو دیز ره، دانگ چهارگاه هست، 3 ربع پرده، 1 ربع پرده و نیم. بعد از اون دانگ ره میکورون، فا دیز سل رو داریم که این هم باز دانگ چهارگاه هست، 3 ربع پرده، 1 ربع پرده و نیم پرده. بقیه دانگ هایی که استفاده شدن همین دانگ ها و تکرار اونهاست. سرکلید این قطعه فا دیز، دو دیز،
سی کرون و می کرون هست. فرم این قطعه به طور کلی میتونه A, B, C, A, D, C و A, B, C آپریم باشه. در این قطعه تم اصلی بر روی یک الگوی ریتمیک بنا شده که شامل یک دولاچنگ، یک چنگ، دوباره دولاچنگ و 2 تا چنگ هست. اگر ما بخوایم در 2/4 بشماریم و هر پا رو به 4 تا دولاچنگ تبدیل کنیم، برای شمردن این ریتم کافیه که شماره های 3 در ضرب اول و شماره های 2 و 4 در ضرب دوم رو نشماریم. یعنی به جای اینکه بگیم 1 2 3 4 1 2 3 4 میگیم 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 و ریتم ما در میاد. سی سی دو دو دادام دادام دام دادام دادام دام. که البته در اجرای استاد شریف یک عجله‌ای در دولاچنگ ها هست، یعنی که این به حالت چابکی این قطعه مقدار کمک میکنه. انگار نوت دولاچنگ اول رو به حالت یک نوت زینت در نظر میگیرن. کوک ستار در این قطعه سیم اول دو، سیم دوم سل، سیم هنگام می کرون و سیم آخر ره هست. البته ما سیم اول رو بر اساس سی بمول در دیاپازون تنظیم کردیم یا لا دیез. بقیه هم به همین ترتیب یک پرده پایین تر. ابتدا یک دو قطعه رو وزن‌خوانی میکنیم. لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره دو سی لا ره لا سی سی ره دو سی لا ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سول فا می ره دو ره لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره دو سی لا ره لا سی سی ره دو سی لا ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سول فا می ره دو ره فا سول لا سول فا می فا سول لا سول فا می فا سول لا سول فا سول لا سول فا سول فا سول فا سول فا سول فا سول لا سول فا می فا سول فا می ره می فا می ره دو ره رم ره دو ره می فی ره می فا سول می فا سول فا سول لا لا سول لا سی سی لا سی دو دو سی دو ره دو می ره دو ره می فا فا می فا سول سول فا سول لا سول لا سی سی لا سی دو سی دو ره دو می لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره لا سی سی ره دو سی لا ره لا سی سی ره دو سی لا ره سی می ره دو سی لا سول فا سول لا دو سی لا سول فا فا می ره می فا لا سول فا می ره سول فا می ره دو ره می فا 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 می فا 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 سول فا 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 می فا 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 سول فا 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 sol fa fa mi 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 fa mi re mi fa sol fa mi fa mi fa sol fa fa mi fa mi re sol fa fa mi fa mi re mi fa sol fa mi la fa mi fa sol fa fa mi 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 fa sol fa fa mi fa mi re fa mi re do re mi fa mi fa mi re re mi fa mi re do re re do re mi fa sol fa sol la si la si do si do re do mi re do re mi fa mi fa sol fa sol la si la si do si do re do mi la si si re 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 do si la re la si si re do si la re si mi re do si la sol fa sol la do si la sol fa mi re mi fa la sol fa mi re sol fa mi re do re fa sol la sol fa mi fa
فا سول لا سول فا می فا سول لا سول فا سول لا سول فا سول فا سول فا سول فا سول فا سول لا سول فا می فا سول فا می ره می فا می ره دو ره ره دو ره می فا سول لا لا سول لا سی لا سی دو سی دو ره دو می ره لا سی ره لا سی ره لا سی ره فا لا سی لا دو سی ره فا لا سی لا دو سی ره لا 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 سی ره. ابتدا جمله A رو به این شکل شروع می‌کنیم. تم اصلی هست لا سی ره انگشت اول و دوم، بعدش اول و سوم. لا سی ره راست چپ راست چپ چپ راست چپ راست چپ چپ 4 بار تکرار میشه. بعدش ره دو سی لا راست چپ ره راست دوباره لا سی ره دو سی لا ره. حالا میره به سمت می، از سی به می فاصله 4 سی کورم به می کورم. سی می دقت داشته باشیم که مجموعه های دادام دادام دام راست چپ راست خواهند بود. سی می ره دو سی میاد انگشت سوم لا سول فا سول فا سول لا میاد انگشت اول دو سی لا سول فا می ره می انگشت اول میاد رو فا لا سول فا می ره دوم میره رو می سول فا می دوم میاد رو ره دو ره. جمله A دوباره تکرار میشه. بعدش میریم جمله B. چون زابل چهارگاه در مایه ره فا دیез هست. فا سول لا اینجا یک گلیسانده از لا به سی میدیم و برمیگردیم. لا به سی کورون رو برگرد. فا سول لا سول فا می راست چپ راست. بعدش میگه فا سول لا سول فا سول لا سول فا سول فا سول فا سول فا سول فا سول فا سول آخر یک میایم پایین راست چپ لا سول فا می. بعدش می فا سول اینا کنده‌کاری داریم. فا می ره می یک میاد پایین فا کنده‌کاری می ره دو ره. در برخی از اجراهایشون به این شکل کردن می فا لا سول فا می ره می سول فا می ره دو ره. به جای کندن نوت رو زدن. بعد از این جمله سی روش داریم که یک گذر برشا از ره به ره پایین هست. رم دو ره یک میره پایین. میف ره می فاس می فا همه راست چپ هم سول فا سول لا سول لا سی لا سی دو سی دو رم دو می ره. ریز میگیریم و گلیسانده میدیم دوباره برمیگردیم. این گذر تکرار میشه. میتونیم در بعضی جاها به جای تکیه رم دو رم می فاس فا می فا از سیریل استفاده کنیم. در برخی از اجراها استاد به این شکل اجرا کردن. رم دو می فاس فا می فا سول لا سول لا سی دو سی دو می دو می ره. این رو هم میتونیم اجرا کنیم. بعد از این دوباره A تکرار میشه. لا سی ره. بعد که اومد بالا جمله دی رو داریم. میگیم سکوت ره می فا می فا یه هنگام زدیم. می فا فا دیز رو با انگشت 60 رو سی به بم میگیریم. بعد سعی میکنیم فقط به بالا به بمه بخوره، به هنگامه نخوره. فا راست چپ سول فا سول دست باز بود. دوباره فا از میکرون را می فا سول فا می فا. پس شاهد زابل اینجا پدال قرار گرفت و واخونهایی رو به اجرا در آوردیم. بعد از اون میگیم سول فا می 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 6 بار تکرار میشه. سول فا می هفتمین بار هم که تکرار شد سول فا می. بعدش فا می میره می فا سول فا می تریل می فا سول فا یک میم جلو سول فا می تریلا رو توجه داشته باشیم. راست چپ فا می میره تریل راست چپ دوباره سول فا می میره می فا می میاد انگشت اول سول فا می لا میریم روی لا انگشت سوم فا می فا روی زابل میشینیم. دوباره سول فا می رو 6 بار که تکرار کردیم هفتمین بار سول فا می انگشت اول میاد فا سول فا می
فاز فا می می ره می. با تکریزی که داریم همراه با گلیساندو این رو اجرا میکنیم. بعدش فا می می ره می ره ره دو ره ره می فا می فاز فا می می ره می ره ره می فا فا می می ره می ره ره دو ره. بعد جمله سی رو داریم، همون گذر برشو با تکرارش. بعدش جمله A رو داریم، جمله A، بعدش جمله B تکرار میشه و بعد C همون پاساژ یک بار تا ره میاد دیگه تکرار نخواهد شد و بعد A به این شکل که لا سی سی ره ره این بار 3 بار لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره و بعد فالا سو سی لا دو سی ره. یک گذر هست به سمت پایین با فاصله های سوم، ادای کننده فواصل موسیقی غربیه و بعد لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره لا سی سی ره ره فید میشه. این قطعه رو استاد با سرعت حدود 100 اجرا کردن، ما اینجا با سرعت 116 اجراش میکنیم. 1 2 دقت داشته باشیم در ستار هم میتونیم بعضی جاها دست رو بیاریم جلوتر و همون حالتی که پوش در تار هست در ستار هم صورت بگیره.